سلام و وقتان بخیر. شما بیننده بازار از ترو نیوز هستین. در آغاز سرخط خبرها: افزایش داد و ستدهای بازرگانی میان افغانستان و چین. اموال چینی در افغانستان مارکت بسیار خوبی دارد. یک موضوع که بسیار مهم است باید یادآور شوم، چینایی ها از افغانستان شناخت خوبی دارند، مطالعه بسیار خوب کردن، ذوق مردم هم میفهمند. افزایش 100% تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت. قیمت سیگارت در گمرک 100 افغانی است، باید 100 افغانی دیگه ای باید مسئول گمرکی بده. اهمیت راه لاجورد برای افغانستان. انشالله با امضا شدن از این ما به کمترین زمان میتونیم با بازارهای اروپا دسترسی داشته باشیم، خصوصا صادرات ما. این حرفا نهایی شده، امیدوار هستم که در آینده نه چندان دور انشالله امضا شود. و تصمیم عربستان برای باز کردن مرزهای یمن. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. با امضا شدن توافقنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبکستان، زمینه افزایش واردات کالاهای چینی از راه این کشور به افغانستان افزایش خواهد یافت. اتاق تجارت و صنایع میگوید که کالاهای چینی در کشور با توجه به بهای اندک آنها از بازار خوبی برخوردار است و در حال حاضر واردات این کالاها به علت نبود مشکلات ترانزیتی کمتر وارد می شود. اما با امضا شدن موافقتنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبکستان، افغانستان می تواند از راه این کشور واردات داشته باشد. افغانستان سالانه به ارزش بیش از 1 میلیارد افغانی کالاهای گوناگون را از چین وارد می کند و گفته می شود که با امضا شدن موافقتنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبکستان در آینده های نزدیک افغانستان می تواند با چین وصل شود و واردات کالاها را از این کشور افزایش دهد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که بازرگانان میکوشند کالاهای با کیفیت را از چین وارد کنند، زیرا کالاهای چینی از بازار خوب برخوردار هستند. این مسئولان می‌افزایند که حکومت باید برای گسترش داد و ستدهای بازرگانی با کشورهای منطقه و جهان راهکارهای روشنی را طرح‌ریزی کند. اموال چینی در افغانستان مارکت بسیار خوبی دارد. یک موضوع که بسیار مهم است باید یادآور شوم، چینایی ها از افغانستان شناخت خوبی دارن، مطالعه بسیار خوب کردن، ذوق مردم هم میفهمند و مطابق به ذوق خواست مردم، مطابق به تقاضای مردم جنس را تولید میکنن و به افغانستان میفرستند. در این حال وزارت تجارت و صنایع میگوید تا کمتر از 1 ماه دیگر رئیس جمهور اشرف غنی به ازبکستان خواهد رفت و موافقتنامه بازرگانی و ترانزیتی را با این کشور امضا خواهد کرد که با امضا شدن آن افغانستان از راه ازبکستان با قزاقستان، قرقیزستان، چین و روسیه میتواند صادرات و واردات داشته باشد. با سفر رئیس جمهور تا کمتر از 1 ماه دیگه یا حدوداً 1 ماه دیگه رئیس جمهور با ازبکستان میرن، این موافقتنامه تجارتی ترانزیتی با ازبکستان امضا خواهد شد. این سهولت بیشتر را برای افغانستان مساعد میسازد که از طریق ازبکستان به قزاقستان، قرقیزستان، چین و حتی روسیه صادرات و واردات داشته باشه، از طریق خط آهن، از طریق سرک اسفالت شده و از طریق آب. و گفته اتاق تجارت و صنایع گسترش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه و ویژه چین سبب رشد اقتصادی در کشور خواهد شد و نیز حکومت باید برای تشویق سرمایه‌گذاران چینی در کشور بکوشد تا کالاهای با کیفیت چینی در داخل کشور تولید شود. برای بحث بیشتر در این مورد قیس محمدی، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی با ما هستند. آقای محمدی خوش آمدید. امضا شدن این توافقنامه چه سهولت‌هایی را میتونه به افغانستان به بار بیاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر به یادتان باشه حدود 10 ماه پیش فکر کنم در آغاز سال 2017 یک ریل حرکت کرد از طرف چین به افغانستان و یک مقدار اجناس آورد به اینجا، ولی متاسفانه در حالت برگشت افغانان نتونستند که اموال تجارتی خود را دوباره به چین انتقال بدن و یک سلسله توقعات منفی از طرف ازبکستان، خصوصا
از نگاه امنیتی اظهار شد و اونا اجازه ندادن که این محموله دوباره پر کرده شود و به چین برسه. این مشکل ما حیران به هستم که چرا 1 سال را در بر گرفت. پیش ازی باید بالای ازی کار میشد و ما باید تا به امروز میتونستیم که ریل ها را دوباره پر بفرستیم، ولی متاسفانه یک مقدار زیاد از اموال وارد از چین میشن ولی اونا با محموله خالی دوباره برگشت میکنه که قیمت وارداتی را بالا میبره و باعث از این میشه که ما نتونیم از راهی که بسیار زیاد تسهیل کننده است استفاده کنیم و محصولات افغانی را صادر کنیم. اگر این توافق نامه امضا میشه به این معنی است که تاجر افغان میتونه به سهولت اموال خود را از طریق ریل و بعدا از طریق آب و بالاخره از طریق سرک داخل چین انتقال بده و همچنان از اون طرف میتونن که به سهولت اموال وارد افغانستان کنند. چقدر کالاها سالانه از چین به افغانستان وارد میشه و از افغانستان به چین صادر میشه؟ خب معلوم است که بیلانس تجارت ما تقریبا با تمام کشورهای دنیا خصوصا کشورهایی که در منطقه قرار دارن بسیار زیاد منفی است و بیلانس تجارت به صورت عموم 90% منفی است، به این معنی که واردات ما 90% بیشتر است نسبت به صادرات افغانستان. به همراه چین همچنان ما صرف محصولات زراعتی را صادر میکنیم که از او جمله هنگ یک نوع گیاست صادر میشه، موی صادر میشه و یک سلسله مواد زراعتی دیگه خصوصا گیاه ها بیشتر صادر میشن، ولی از اون طرف واردات زیاد است. حدود 1 میلیارد دلار واردات داریم، حالا که صادرات ما شاید بیش از 200 میلیون دلار نباشه. خب حالا وقتی کالاهایی که از چین وارد افغانستان میشه اکثرا این کالاها از کیفیت پایینی دارن، چرا باز هم اتاق تجارت تاکید بر این داره که واردات کالاهای چینی به افغانستان زیادتر شود؟ موجودیت کیفیت‌های مختلف کالا در هر مارکت نظر به تقاضای مارکت است. این امکان نداره که یک تاجر جنس بی کیفیت را افغانستان بیاره و حتما او خریدار داشته باشه. هر جنسی که در افغانستان تقاضا میشه چون مارکت آزاد است، هیچ کس مکلف به خریداری چیزی نیست مگری که خودش خواسته باشه. جنس بی کیفیت اگر تقاضا میشه معلوم است که وارد هم میشه. باز چین یکی از کشورهایی است که به کیفیت های مختلف میتونه اجناس تولید کنه. شما میبینید که حتی لپتاپ های بسیار زیاد خوب و با کیفیت در چین تولید میشه. پروسسورهای لپتاپ دل در چین ساخته میشه، چپ ها در چین ساخته میشه، حتی پرزجات موبایل های آیفون در چین ساخته میشه. به این معنی که اونا با کیفیت های مختلف میتونن اجناس بسازن و صادر کنن. این ارتباط به تقاضای داخلی مردم افغانستان. خب حالا کالای بی کیفیت که اینا وارد افغانستان میکنن، شما فکر نمیکنین که بازرگانان به خاطر نفع خود این کالا را وارد افغانستان میکنن؟ وقتی که شما از بازار جنس را خریداری میکنین معلوم است که در بسیاری از اجناس چندین نوع در مقابلتان گذاشته میشه. مثلا اگر از لباس حرف بزنیم، لباس افغانی، پاکستانی، هندی، ایرانی، ترکی و چینایی در بازار وجود داره. اکثرا اگر مردم متقاضی لباس چینایی باشه، تاجر هم ناگزیر می اجناس وارد افغانستان میکنن. معلوم است که قیمت اجناس ترکی بلند است، قیمت اجناس هندی بلند است نسبت به اجناس چینایی و به مردم خریداری میکنن. ولی او تعداد از مستهلکین که بسیار زیاد سلیقه خاص دارن و اجناس خاص خریداری میکنن، اونا اجناس بی کیفیت نمیخرن بلکه اجناس با کیفیت بالاتر بیشتر که ما در بعضی از جاها میریم به خاطر خریدن کالاها یا لباسهایی که هست بیشتر اموال مثلا چینایی به نام ترکی یا ایرانی یا افغانی میفروشن اینا. متاسفانه جلوی از این تابال گرفته نشده و کیفیت پایین‌تر داره. یکی از حقوق مستهلکین است، از جمله مواد قانون حفاظت از حقوق مستهلک است که باید اجناس وقتی که وارد میشن لبل جنس به همراه کیفیت جنس همسان باشه. یعنی نشه که بالای لبل نوشته شده باشه جنس ترکی است حالان که خود جنس چینایی باشه. این از جمله حقوق مستهلکین است و باید حکومت من حیث ناظر از مارکت از این نوع تقلب ها جلوگیری کنه تا بالاخره نشه که مستهلکین در قالب و در پوشش جنس بهتر کیفیت خرابتر به دست بیارن. در افغانستان بیشتر کدام کالاها از کیفیت خوب برخوردار است که وارد افغانستان میشه و تقاضای مردم به او بیشتر است و قیمت خوبتر داره؟
ما به صورت عموم واردات به افغانستان را به چند کاتگوری تقسیم بندی میکنیم. یک کاتگوری عبارت از غذاهاست که به افغانستان داخل میشه، خصوصا غذاهای پروسس شده و کنسروها در اینجا شامل است. کاتگوری دوم عبارت از لباس هاست که به افغانستان میاد. کاتگوری سوم عبارت از دارو است و کاتگوری بعدی عبارت از محصولات خانه سازی و امثال هم هستند. اگر به روی هر کاتگوری به صورت جداگانه بحث کنیم، یکی از کشورها در تولید یکی نوع از اجناس موثریت بیشتر و مولدیت بیشتر داره. مثلا هندوستان در تولید دواها و بسیار زیاد دست بالا داره، حالان که ایران میتونه که محصولات خانه‌سازی بهتر وارد کنه. ترکیه میتونه که لباس خوب به افغانستان وارد کنه، حالان که چین میتونه اکثریت از اجناس با کیفیت‌های متفاوت وارد کنه. ولی متاسفانه چون تاجر همیشه اجناس بی کیفیت را به بازارهای افغانستان وارد میکنه، این هم به دلیل از اینکه از یک طرف بتونن نفع بالا ببرن و از طرف دیگه برای مستهلکین افغانی به قیمت نازلتر جنس را وارد بکنن. این بالاخره باعث ازی شده که به صورت عموم در افغانستان قسم فکر شود که اموال چینایی به صورت عموم با کیفیت پایین هستند و اینا کیفیت بهتر ندارن، حالان که چین یک مقدار زیاد صادرات با آمریکا داره و آمریکایی ها از محصولات اینا خوش هستند. خب بیشتر گفته میشه از بازارها طبقی که مردم میگن که چین کالاهایی رو میسازه مخصوص افغانستان که با کیفیت پایین او را به افغانستان وارد میکنه. واقعا همینطور است. شما وقتی که من حیث یک تاجر برین به چین، یک مثال براتون میتونم، اگر یک برس موی خریداری کنین، این برس موی میتونه کاملا از پلاستیک بسازه، میتونه داخل پلاستیک د دسته ایر خالی بسازه، میتونه دی چوب جای کنه، میتونه دی آهن بگذاره، میتونه نوککای برس را براتون از پلاستیک بگذاره یا خالی بگذاره، به انواع مختلف براتون ترتیب کرده میتونه. متاسفانه ما افغانا کسایی هستیم که بیشتر اجناس بی کیفیت تر را خریداری میکنیم. تشکر از حضورتان در برنامه آقای محمدی. و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. 50 کیلوگرم آرد 1240 افغانی، 1 لیتر روغن 85 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 45 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیله اول 90 افغانی و 1 کیلوگرم چای 280 افغانی. تا چند لحظه دیگر. معتبر خواندن پول‌های مندرس در بازارها. هرگاه صرافان و یا بانک‌ها از تعویض این پول‌ها سرباز بزنند، جریمه خواهند شد. برگزاری نمایشگاه‌ها در داخل و بیرون از کشور به منظور بازاریابی برای تولیدات داخلی کمک خواهد کرد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که این نهاد میکوشد که برای معرفی کردن تولیدات داخلی به شهروندان کشور نمایشگاه‌ها را برگزار کند تا از یک سو تولیدات داخلی رشد کند و از سوی دیگر شهروندان کشور تشویق شوند تا از تولیدات داخلی کار گیرند. این مسئولان می‌افزایند که حکومت باید حمایت از تولیدات داخلی را در پیمانهایش از این تولیدات کار گیرد. نمایشگاه‌ها در بخش بازاریابی و همچنان پیدا کردن شریک تجارتی و همچنان سرمایه‌گذاری نقشی بسیار ارزنده و مهمی را ایفا می‌کند. تجارب ما نشان داده که اکثر نمایشگاه‌هایی را که ما در افغانستان، در ایران، در هندوستان، قزاقستان، پاکستان و سایر کشورهای دیگری که برگزار کردیم سبب شده که اجناس ما با قیمت بسیار مناسب به فروش برسد و همچنان بعض اعضای سکتور خصوصی سایر کشورهایی که در آن نمایشگاه اشتراک کرده بودند با سرمایه‌گذاران ما قراردادها منعقد کردند تا رابط تجارتی خوبی داشته باشیم. یعنی در بخش بازاریابی پیدا کردن شریک رول بسیار مهم داره و در بخش فروشات تاثیر خود داره. در کل نمایشگاه ها سبب میشه تا ما جایگاه خود در مارکت پیدا کنیم، تولیدات ما که نو به مارکت معرفی میشه، در نمایشگاه ها میتونیم که به مردم عام معرفی کنیم
روبرو با کاستومر یا با مشتری خود صحبت کنیم، موضوعات واضحاً تشریح کنیم و تمام جزئیات و کیفیت جنس را به مردم از نزدیک معرفی کنیم. همین نمایشگاه سبب میشه تا مردم دقیق معلومات در مورد اجناس و تولیدات ما پیدا کنه. مردم خودشان بازارنده بر ما بازاریابی میکنن. وقتی معلومات دقیق در مورد کیفیت، کمیت و قیمت پیدا میکنن، طبعا با علاقمندی خاص جنس را خریداری میکنن. بعضی اجناس دیگری هست که ما نو سرش کار میکنیم، دیزاین میکنیم و نو به بازار عرضه میکنیم. تا زمانی که در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته نشود، بسیار سخت است که امی جنس جایگاه خود در مارکت پیدا کنه. در اکثر نمایشگاه ها قسم شده که وقتی جنس معرفی کردیم نسبت به گذشته تاثیرات خود داشته، فروشات بسیار زیاد داشتیم، مردم عام آمدن از تولیدات ما خبر شدن. در اینجا ما یک نتیجه خوبی را که از نمایشگاه داخلی گرفتیم او این است که مردم ما وقتی از تولیدات داخلی خبر می شوند یک علاقمندی خاص پیدا میکنن تا تولیدات داخلی را استفاده کنند. امی نظریه که از تولیدات داخلی باید استفاده صورت بگیرد در اکثر نمایشگاه های داخلی عام شده و مردم هم وقتی میاین میبینن احساس خوشی میکنن که کشور ما به طرف پیشرفت روان هست، از تولیدات جدید خبر میشن و کوشش میکنن استفاده کنن. بعضی اشخاص دیگری هستند که میخواین مطابق با مود روز باشن، اپدیت باشن، اجناس و اشیایی که نو تولید میشن میخوان که خود خبر کنن و می دلیل به نمایشگاه ها میان و در نمایشگاه ها اکثر کشورهایی که اکثر شرکت هایی که تولید کردن جنس خود به نمایش میگذارن، مردم خبر میشوند، ازش استفاده صورت میگیرد. خب نمایشگاه عموما بر 3 روز حداقل یا 4 روز می باشن، چون نمایشگاه های دائمی ساخته نمیشه که نمی تولید کننده های ما همیشه همونجا باشن و مردم هم آگاهی داشته باشن و برن از اونجا مشخصا اما مواد مورد نیازشان خریداری بکنن. وقتی نمایشگاه ها وقتی دائمی میشه به بازار تبدیل میشه، بیروبار زیاد میشه و همون مراسم خاصی که گرفته میشه نمیتونیم که در نمایشگاه ها یا بازارهای دائمی ما تدویر کنیم یا به کار ببریم. در نمایشگاه خاص که 2 روز و 3 روز برگزار میشه، تنها از یک سکتور نمی باشه، از سکتورهای مختلف و حتی از کشورهای مختلف مردم میاین، شرکت ها تولیدات خود به نمایش میگذارانن. به می دلیل امکان نداره که نمایشگاه دائمی باشه. حتی ما نمایشگاه بین‌المللی داریم که فعلا هم در هندوستان برگزار میشه، در پراگتی میدان. عملا سرمایه‌گذاران ما و شرکت های ما اجناس خود به نمایش گذاشتن که در حدود 10 الی 15 روز دوام میکنه. اکثر نمایشگاهی که بسیار زیاد دوام کرده 20 روز الی 25 روز هست و حدی اکثرش 2 روز، 1 روز، 3 روز بوده است. فلذا ما در داخل افغانستان کوشش کردیم که جمعه بازار ایجاد کنیم، دوشنبه بازار ایجاد کنیم، عید بازار ایجاد کنیم. این هم نمایشگاه هاست که مردم میتونن بیاین خریداری کنن، تولیدات خود به قیمت مناسب لیلام کنیم یا به فروش برسانیم. عملا ما در کابل جمعه بازار داریم و فعلا هم اتاق تجارت با سایر ارگانهای دیگری یا شرکت های مختلف کار میکنیم که جمعه بازار در بعضی پارک های تفریحی ایجاد کنیم و در بخش عید بازار هم کار کنیم. وقتی عید نزدیک میشه همین قسم یک بازار داشته باشیم. بازار عین نمایشگاه وری که تولیدات به نمایش گذاشته شود و مردم بیاین هم خریداری کنن و هم از تولیدات خبر شوند. مجلس نمایندگان تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت را 100% افزایش داد. مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه فیصله کرد تا پس از این تعرفه‌های گمرکی از واردات سیگارت 100% افزایش یابد. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که دود کردن سیگارت باعث بیماری‌های خطرناک سرطانی می شود و باید محدودیت‌ها بر واردات سیگارت بر کشور بیشتر شود. بیش از این تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت 20% بود. مجلس نمایندگان در چارچوب طرح کنترل تنباکو و دخانیات تعرفه گمرکی را بر واردات سیگارت 100% افزایش داد.
بنان استثنای 24 کارت سرخ و 7 کارت مستند به اکثریت تصدیق شد که 100%. بر بنیاد این طرح اعضای مجلس نمایندگان خواستار افزایش تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت تا 300% بودند، اما به علت اینکه این کار سبب ضربه اقتصادی و نیز افزایش قاچاق در کشور خواهد شد، این مجلس 100% تعرفه گمرکی را بر واردات سیگارت افزایش داد. اول خو که سیگارت د انسان د صحت د لپاره ضرر لري. اگر قیمت سیگارت در گمرک 100 افغانی است، باید 100 افغانی دیگه ای باید مسئول گمرکی بده. 2 سال پیش نیز مجلس نمایندگان تعرفه گمرکی را بر واردات سیگارت افزایش داد، اما این فیصله عملی نشد. اما اکنون باید برای تطبیق درست این فیصله نظارت جدی شود. اگر در اسلام این حرام است، بنابراین مالیات بگذار که باید کاملا منع شود. بر بنیاد آمارها افغانستان سالانه در حدود 41 میلیون دلار سیگارت را از کشورهای بیرونی وارد می کند و گفته می شود که با افزایش تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت درآمدهای حکومت به گونه چشمگیر افزایش خواهد یافت. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آزمون داوطلبان بحث‌های نمایندگی‌های بازرگانی را در کشور امروز برگزار نمود. رئیس بورد تعیینات این کمیسیون میگوید که برای 21 بست نمایندگی‌های بازرگانی 1000 تن درخواست نموده بودند و از این میان 117 تن آنان شارت لیست شده‌اند. افزون بر این کمیسیون از اعلام 700 بست کادری در بخش تربیت معلم نیز خبر می‌دهد. در ادامه روند استخدام‌ها از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این بار نوبت گزینش نماینده‌های بازرگانی کشور است. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این آزمون را با همکاری وزارت تجارت و صنایع و دانشگاه امریکایی افغانستان به راه انداخته است. رئیس بورد تعیینات این کمیسیون میگوید که 6 ماه پس از گماشتن نماینده‌های بازرگانی، این کمیسیون کارکردهای آنان را نیز ارزیابی خواهد کرد. دوستایی که امروز با بست ارتش امتحان میتن مدیون هیچ کس نمی باشن، اینا مدیون خود می باشن، مدیون تلاش و سعی و زحمت خود می باشن و وقتی که کامیاب میشن تنها مکلف هستند که به ملت افغانستان خدمت کنند. و در اینجا کسایی که به بست ارتش انتخاب میشن مثل گذشته آدمای نخود بودن که برای تداوی و به خاطر ادامه تحصیلات خود و یا به خاطر تفریح به اونجا برن. امسال پیش از این نیز آزمون داوطلبان نماینده‌های بازرگانی کشور از سوی وزارت تجارت و صنایع برگزار شده بود که نتیجه در پی نداشت. اکنون انتظار می رود که به زودی پس از مدت‌ها بی سرنوشت بودن و خالی بودن، بست‌های خالی نماینده‌های بازرگانی کشور پر شوند. از 117 نفر این امتحان تحریری اخذ خواهد شد و امیدوار هستیم که به می شکل پروسه مصاحبه یا امتحان تقریری از اینا هم به زودترین فرصت تکمیل شود، به خاطر که یک مدت زیاد میشه که ما فاقد اتش‌های تجارتی ما در کشورهای مختلف هستیم و این طبیعی است که تاثیر خود داره سر وضع تجارت، سر وضع سرمایه‌گذاری و در مجموع سر روابط تجارتی افغانستان با کشورهای دنیا. در همین حال کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مژده دیگری نیز برای شهروندان کشور دارد. بر علاوه 17000 بستی که قبلا اعلان کرده بودیم، 700 بست اضافی را هم که بستای تربیت معلم است در سراسر افغانستان شناسایی کنند و عملا به اعلان بگذاریم. پس از انتخاب شدن نماینده‌های بازرگانی آنان به کشورهای گوناگون فرستاده خواهند شد تا مسئولیت‌های سنگین چون بهبود وضع بیلانس بازرگانی کشور، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و بازاریابی برای تولیدات داخلی را به پیش ببرند. بانک مرکزی و اتحادیه صرافان سرای شاهزاده میگویند که مشکلاتی را که در روند نامعتبر ساختن پول‌های نامناسب به میان آورده بودند دیگر حل شده‌اند. اکنون داد و ستد در بازارهای کشور به حالت عادی برگشتند. سخنگوی بانک مرکزی میگوید که پول‌های مندرس همچنان معتبر است و هرگاه صرافان یا بانک‌ها از تعویض این پول‌ها سر باز بزنند جریمه خواهند شد. از سوی دیگر شماری از شهروندان کشور میگویند که هنوز هم در داد و ستدهایشان با پول‌های مندرس با مشکلاتی روبرو هستند. عربستان سعودی میگوید که ائتلاف بر رهبری این کشور مرزهای یمن را دوباره باز خواهند ساخت. یمن فقیرترین کشور جهان عرب است، اما پس از پرتاب یک موشک دوربرد از سوی شورشیان حوثی یمن بر عربستان سعودی، ائتلاف عربستان که در برابر این شورشیان می جنگد تمامی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی یمن را بست. با بسته شدن مرزها، شهروندان یمن از کمبود مواد خوراکی و سوخت در بازارها شکایت دارند.
و این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. 1 کیلوگرم گاز مایع 58 افغانی، 1 لیتر پترول 46 افغانی. و 1 لیتر دیزل 45 افغانی. تا لحظات دیگر. ایجاد یک رستوران با شیوه های نو در کابل. یک سرمایه گذار که پیش از این در امریکا مهاجر بود اکنون یک رستوران با ابتکارهای تازه ایجاد کرده است. به ادامه بازار دوباره خوش آمدید. سرخط خبرها یک بار دیگر. افزایش داد و ستدهای بازرگانی میان افغانستان و چین. اموال چینی در افغانستان مارکتی بسیار خوبی دارد. یک موضوع که بسیار مهم است باید یادآور شوم، چینایی ها از افغانستان شناخت خوبی دارند، مطالعه بسیار خوب کردن، ذوق مردم ها میفهمند. افزایش 100% تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت. قیمت سیگارت در گمرک 100 افغانی است، باید 100 افغانی دیگه ای باید مسئول گمرکی بده. اهمیت راه لاجورد برای افغانستان. انشالله با امضا شدن از این ما به کمترین زمان میتونیم با بازارهای اروپا دسترسی داشته باشیم، خصوصا صادرات ما. این حرفا نهایی شده، امیدوار هستم که در آینده نه چندان دور انشالله امضا شود. و تصمیم عربستان برای باز کردن مرزهای یمن. ادامه خبرها. یک سرمایه گذار که پیش از این در امریکا مهاجر بود اکنون سرمایه‌اش را به افغانستان آورده است و در اینجا در بخش ساخت یک رستوران با ابتکارهای تازه ایجاد کرده است. این سرمایه گذار با سرمایه گذاری $60,000 رستورانش را ساخته اکنون وضعیت کاروبارش بهبود یافته است و در حال حاضر گسترش کاروبارش است. همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری‌های کوچک و میانه در کشور، شماری از سرمایه‌گذاران با نوآوری در خدماتشان و نیز معیاری ساختن خدمات بازرگانی تلاش دارند مشتریان بیشتری را جذب کنند. رستوران کالیفرنیا یکی از نمونه‌های خوب سرمایه‌گذاری‌های موفق در کشور است که با سرمایه‌گذاری اندک در حدود $60,000 ایجاد شده است و در مدت اندکی توانسته است رشد خوبی بکند. هرچند در این اواخر تمامی سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ از وضعیت بد کاروبارشان شکایت دارند، اما مسئولان رستوران کالیفرنیا میگویند که سرمایه‌گذاران باید در کارهایشان نوآوری داشته باشند و این کار خود سبب جذب مشتریان می شود. مسئولان رستوران کالیفرنیا با توجه به علاقمندی شهروندان کشور و خدماتشان می‌کوشند که نمایندگی‌های دیگر این رستوران را بسازند. یگانه چیزی که حکومت بتانه به خاطر سرمایه گذاری و علاقمندی زیادتر مردم را جلب و جذب کنه فقط امنیت. یگانه دلیل کاروبار و ترقی کاروبار، فرض کنین یک دکاندار و یک رستوراندار همگی میچرخه سر مردم. اگر امنیت بهترتر و خوبتر باشه مردم نزدیکتر میشه. در رستوران کالیفرنیا در کنار غذاهای خارجی بیشتر غذاهای وطنی با طعم‌های لذیذ میپزند. هارون که یکی از آشپزان این رستوران است که 2 سال می شود در بخش پخت و پز غذاها کار می کند، میگوید از اینکه زمینه کار برایش فراهم شده است خرسند است. طوری که تمام می کسایی که سرمایه‌دار زندگی هستند میتونن که یک جای سهولت جور کنن، هم به نفع خودشان است هم به نفع از اینکه 1-4 دانه بچه‌ای که بیکار می باشند یا در کسبشان است، مثال آشپزی.
در این حال شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند که حکومت با توجه به دلگرمی سرمایه‌گذاران کوچک و میانه برای سرمایه‌گذاری در کشور حمایت‌های لازم را از این سرمایه‌گذاران بکند تا سرمایه‌گذاران بزرگ نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون شود. با منظور از این که دولت کدام راهکار روی دست بگیرد تا از سرمایه‌گذاری‌های کوچک حمایت کنه، یک قاعده وجود داره به ویژه در اقتصاد بازار که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تعاملات اقتصادی و تجاری بزرگ یک تهدید پنداشته میشن برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و تعاملات اقتصادی و تجارتی کوچک. بنان پیشنهاد ما به دولتی هستند که از سرمایه‌گذاری‌های کوچک در کشور حمایت کنند در مقابل سرمایه‌گذارهای بزرگ. در سالهای اخیر کاروبارهای کوچک و میانه با شیوه‌های تازه بازرگانی در کشور به ویژه در پایتخت گسترش یافته. برای گفتگوی بیشتر در این مورد امین موسی رئیس رستوران کالیفرنیا با ما هستند. آقای موسی خوش آمدین. بیاین از اینجا شروع کنین که چه انگیزه‌ای باعث شد که شما از آمریکا آمدین اینجا و سرمایه‌گذاری‌تان خواستین که اینجا انجام بدین. خب اول سلام تقدیم شما و تمام دستاندرکاران تلویزیون طلوع نیوز. امشب بسیار خوش هستم که با شما هستم. خب دلیل عمده و دلیل قانع کننده شخصا و فردا بر خودم یگانه چیزی بود که یک آدم هر چقدر بتونه بیرون از مملکت خود زندگی کنه ولیکن در مملکت خود یک استقلالیت داره. با وجود از اینکه افغانستان بسیار زیاد وضع جوی و امنیتیش خوبتر نیست ولیکن من خودم طبعا علاقمند به ازی شدم. میتونم در اینجا یک اپورتونیتی داشته باشم و این اپورتونیتی از ابتکارات انویشنی را که ما بتونم در عرصه کاروبار خود کنم و مردم جلب و جذب کنم برای یک دریچه بسیار زیاد نو تا ای که افغانستان و مملکت ما را و کابل بسیار زیاد برباد ما را از یک دریچه بسیار زیاد ساده خردترک یک تفریحگاه بسیار زیاد کوچک می‌بینیم. حالا این رستوران که شما ساختین چند نفر کارمند در این رستوران کار میکنه و چه ویژگی ها و چه تفاوتی با سایر رستوران ها داره؟ خب اول چیزی که ما یک ایمیجی را که از دید خود داشتم بر رستوران کالیفرنیا، اولین چیزی بود که ما بسیار زیاد یک فضای آزاد داریم، یک اوپن ایریا، یک باغچه سرسبز و همچنان میتونه مردم اولترین چیزی که بود در افغانستان هر کسی میرفت در یک رستوران داخل یک رستوران به خاطر صرف غذا میرفت ولیکن حالا میتونن بسیار ساده در کنار جاده و در بین باغچه بشینن و از فضا و از غذا لذت ببرن. اولین چیزی که بود ما ایرت پیشنهاد کردم بر خود و همچنان ایتاره در داخل جایی که از ما کاروبارم است یعنی شهر کوریا در اونجا بود. یعنی قبل از اینکه شما بخواین اینجا سرمایه گذاری کنین شما چی کار میکردین در وقتی که مهاجر بودین در آمریکا خواستین اینجا بیاین و این رستوران رو بسازین؟ خب کارهای مختلف بود، یعنی دلیل کاربار و به خاطر پیشبرد شب و روز انسان به هر کار معقولی که لازم باشه در جامعه بر از او چنگ میزنه ولیکن فود سکتور یگانه هابی ما بود، یگانه چیز ما بود که ما بتانم از طریق فود سکتور بتانم خود و آینده خود و در اطراف ما 4 نفر که دیگه بتانم سپورتش کنم. چقدر مشتری دارین شما در این رستوران؟ روزانه چقدر نفر میاین و اینجا از این رستوران بازدید میکنن؟ عایدات شما چقدر است؟ توتالی دیلی بیسیس ما مشتری های مختلف داریم ولیکن از موسم بهار گرمی مشتری های ما فوق العاده به حد اندازه زیاد است و از طرف زمستان یعنی وقتی که هوا سرد میشه کمک تفاوت میکنه ولیکن محور تمام کاروبار ما متعلق به امنیت است. خب حالا شما گفتین که فضای باز ساختین، فضایی که میتونن مردم در باغچه بیرون بشینه. حالا فصل به طرف سرما میره، شما کدام برنامه کدام جایی ساختین که بتونین که اون مهمانایی که میایه در فصل سرما از اونها پذیرایی کنین؟ بله طبیعی. ما یک سالن بسیار زیاد مفشن داریم، بسیار زیاد یک دکوریشن خاص، بسیار یک دکوریشن مفشن و بسیار یک دکوریشن کلاسیک. هر کسی میتونه از هر دیوار و هزار چوکیش میتونه لذت ببره ولیکن دمو جایی که یک مشتری ما میشنه حس یک جداگانه ما برشان آماده ساختیم. یک سوال که میخوام اصلا بپرسم، چرا نامش کالیفرنیا ماندین؟ خب یک چیزی است که این هم مهمترین سوالی است که همه دوستا از ما کردن. کالیفرنیا اصلا کسایی که در افغانستان زندگی میکنن و دوستایی که در اینجا هستن هر کسی شایق برازی است که یک بار باید از به
امریکا سفر کنه. و من کوشش دیگر کردم که بتونم امریکا را بر افغانستان بیارم. یک کالیفرنیای خردترک و این رستوران هم در کالیفرنیا در ساکرامنتو بود. و ما کوشش کردم که این رستوران بسیار خردترک با نام رستوران کالیفرنیا در داخل شهر کابل آماده بسازیم. حالا چه نوع غذاها را شما اونجا آماده میسازین و نظر به نام که شما نام کالیفرنیا را گذاشتین، آیا غذاها خارجی است در این رستوران داخلی است و بیشتر کدام غذاهای شما را مردم میپسندند؟ خب ما غذاهای مختلف داریم، غذای خارجی و در پولوی غذای خارجی ما یک غذای خارجی چی هست؟ خب معمولا یک چیزی که فعلا در افغانستان بسیار زود رایج است پیزا است. طبعی مردم زیادتر شایقش است، ولیکن ما مینوی ما و طرز روش کار ما مختلف است، بسیار زیاد فرق داره. طبعی یعنی ما بعضی چیزای ماست که بسیار زیاد با استاندارد واقعا با استاندارد امریکا ما کار میکنیم و در پلوی غذای خارجی ما یک مطبخ آشپزخانه اوریجینال افغانی داریم. با فرمایش مشتری خود ما میتونیم امو غذایشان آماده بسازیم. حالا چه چالش هایی را شما سر راه خود میبینید به خاطری که شما فکر میکنین که مانع گسترش کاربارتان خواهد شد؟ خب اولترین چیزی که بر ما بسیار زیاد طاقت فرسا است خصوصا از نگاه امنیتی است. هر چقدر امنیت خوبتر باشه ما مشتری های بسیار زیاد داشته می باشیم و من شخصا علاقمند میشم که دیگه هم سرمایه گذاری کنم در افغانستان. تنها در بخش رستوران داری نه، فعلا ما در بخش رستوران خود اضافه تر از 17 نفر کارگر از طبقه ذکور داریم و تقریبا 8 نفر طبقه اناث هستند که اینا همگیشون مهارت های خاص خود دارن. طور مثال در بخش شیرینی باب، در بخش سالاد، در بخش غذاهای اوریجینال افغانی. طور مثال فکر کنین امروز ما فکر نخواد کنم که در هیچ کدام رستورانتی که در افغانستان باشه کسی بره امو یک غذایی که بسیار قدیمی که در افغانستان بوده از اون لذت ببرن، ولی که ما میتونیم با سفارش خانمایی هست همراه ما کار میکنن با سفارش امور آماده میسازیم. خیلی کوتاه جوابتون در رابطه با این سوال میخوایم که قیمت غذاهای شما چقدر تفاوت داره با قیمت غذاهای سایر رستوران‌ها؟ خب افغانستان بسیار زیاد یک بازار آزاد است و بسیار زیاد یک تف کامپیتیشن روان است، خصوصا در هر رشته ای که است، در بخش غذایی، در بخش نوشابه، در بخش مدنیات، هر چیزی که است. ولیکن ما کوشش میکنم شخصا خودم امرای هیچ کسی رقابت ندارم، ولیکن ما کوالیتی غذای ما، سرویس و همچنان قیمتش مناسبتر و خوبتر همیشه ما کوشش میکنیم بر مشتری خود عرضه. تشکر از حضورتان در برنامه. تشکر. خیلی خوش آمدید. و این هم نرخ شما از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. $1 آمریکایی 68 افغانی و 70 پول، 1 یورو 80 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، هزار تومان ایرانی 17 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 638 افغانی. تا چند لحظه دیگر. گسترش جنگل ها در بدخشان. رئیس زراعت و مالداری بدخشان میگوید که از 4 سال به این سو 4 میلیون نهال گوناگون میوه‌ای و زینتی را در ولسوالی های شغنان، واخان، اشکاشم و زیباک غرس کردند. وزارت تجارت و صنایع از آمادگی‌ها برای امضای موافقتنامه راه لاجورد خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که حکومت تلاش دارد تا هر چه زودتر این موافقتنامه را به امضا برساند که با امضا شدن آن زمینه برای توسعه داد و ستدهای بازرگانی کشور با کشورهایی که در مسیر این راه قرار دارند شماری از کشورهای اروپایی فراهم خواهد شد. این در حالی است که بیش از این اتاق تجارت و صنایع نبود موافقتنامه بازرگانی و ترانزیتی را یگانه چالش عمده فراراه بهره برداری از این راه گفته است.
راه لاجورد نیز یکی از موضوعات مورد بحث در نشست ریکا خواهد بود. حکومت افغانستان پیش از این مسوده موافقتنامه راه لاجورد را آماده ساخته است و اکنون دیده شود که این موافقتنامه در نشست ریکا به امضا خواهد رسید یا خیر. یکی از راههایی که بر ما مهم است و تقریبا گفتگوها نهایی شده دهلیز لاجوردی و کوریدور لاجوردی بین 5 کشور است. ان شاءالله با امضا شدن از این ما به کمترین زمان میتونیم که با بازارهای اروپا دسترسی داشته باشیم، خصوصا صادرات ما. این حرفا نهایی شده، امیدوار هستم که در آینده نه چندان دور ان شاءالله امضا شود. راه لاجورد از بندر آقینه آغاز و با گذشتن از ترکمنستان به آذربایجان و گرجستان میرسد و در نهایت به ترکیه می انجامد. اتاق تجارت و صنایع میگوید که با امضا شدن موافقتنامه 5 جانبه این راه، دار و ستد بازرگانی کشور با کشورهای اروپایی نیز توسعه خواهد یافت. در پهلوی از اینکه ما میتونیم با تطبیق با ایجاد راه لاجورد در افغانستان را از مسیر ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه با آبهای آزاد اروپا وصل میکنیم، باعث وصل محصولات و تولیدات جنوب آسیا و چین و همچنان باعث رونق داد و ستدهای تجارتی و بازرگانی بین افغانستان و سایر کشورها در منطقه و ضمناً دریچه را باز میکنه برای داد و ستدهای بیشتر و معرفی محصولات افغانی. افغانستان سال پار با گشایش خط آهن آقینه عطامراد به راه لاجورد پیوند شد. هرچند از ترکمنستان خط آهن به دیگر کشورهای شامل در این راه امتداد یافته است، اما به علت نبود موافقتنامه‌ها تاکنون افغانستان تنها میتواند از این راه برای دار و ستدهای بازرگانی‌اش با ترکمنستان استفاده کند. صمیم سارم، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی، برای بحث بیشتر با ما هستند. آقای سارم خوش آمدین. آقای سارم، امضا شدن این توافقنامه را شما چگونه می‌بینین؟ این امضا شدن این توافقنامه چه سهولت‌هایی را میتونه برای داد و ستد بازرگانی برای افغانستان به بار بیاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت بیننده. بحث اساسی است که ما هم فواید و هم نواقصی که ایراد داره سرش بحث بکنیم. افغانستان متاسفانه به دلیل مهاد بودنش به خشکه همواره دست و پا میزنه که راهی پیدا بکنن که با آبای آزاد جهانی که از اونجا تجارت بین‌المللی افغانستان تسهیل میشه به او راه بیفتن، که این هم یک تلاش است که از طرف دولت افغانستان به ابتکار وزارت خارجه افغانستان صورت گرفته. اما متاسفانه مثل حرکت‌های دیگه دولت افغانستان حرکت قبل از وقت است، با وجودی که راه کوتاه است میتونه تسهیل کننده عملکردهای تجارتی افغانستان باشه. حکومت از آمادگی ها سخن میگن، شما چه فکر میکنین که اینا چه آمادگی ها را گرفتن تا حالا؟ شما ببینین راه لاجورد ما را با 5 کشور دیگه، 4 کشور دیگه مثل ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان وصل میکنه که اینا کشورهایی هستند که به تمام معنا آماده داد و ستد هستند و اینا به تمام معنا آماده ترانزیت هستند. هم راه آهن به تمام معنا دارن، هم جاده‌های اسفالت شده و معیاری به تمام معنا دارن. اما دولت افغانستان درست است تا مرزهای بعد از اینکه به ترکمنباشی میرسن از او به بعد راه تسهیل شده است، اما در داخل خود افغانستان چی؟ ما بازارهای مصرفی افغانستان از بندر آقینه یک مسیر طولانی را باید بپیمایم. اینجا چی میگذره؟ کدام راه آهن، کدام جاده‌های اسفالت شده معیاری وجود داره؟ و این یک طرف بحث است. طرف دیگه بحثی است در صورتی که دولت افغانستان واقعا به مسائل اقتصادی توجه بکنه، اینجا جاده‌های اسفالت شده و تسهیل شده برای تجارت و همچنان راه آهن‌هایی که به مو گیج بین‌المللی ساخته شده باشه وجود داشته باشه، در صورت ما میتونیم به دلیل کوتاه بودن از این مسیر به بازارهای اروپایی مخصوصا و راه یافتن به آب‌های آزاد جهان، ما میتونیم که افغانستان را بگوییم که آهسته آهسته اقتصادش از قهقرا به طرف بهبود میره. خب حالا شما چه فکر میکنین که افغانستان نمیتونه از این فرصتی که براش پیش میاد به خوبی استفاده کنه؟ این بحثی است که چگونه استفاده میکنه، با کدام امکانات. دولت افغانستان تاکیدش به است که ایران کوتاه است، هزینه ایران کم است، قبول است، ایران کوتاه است، هزینه‌اش تقریبا از بندر کراچی حدود $2000 و از قزاقستان حدود $1000 در فی کانتینر به نفع افغانستان است. اما مسئله ای است که تا به حال را پیش زمینه ها و بستر مناسب به خاطر استفاده از راه لاجورد متاسفانه وجود نداره. شما تا 1 ماه بعد به گفته دولت افغانستان شاهد افتتاح از ایران و آمادگی ها به خاطر انجام عملکردهای به خاطر داد و ستد می باشین. دولت افغانستانی ظرفیت داره که در 1 ماه به جاده اسفالت بکنه و راه آهن ایجاد بکنه که نه خیر. به این معنا که
مثل فرصت های دیگه این یک فرصت بزرگ و طلایی به دولت افغانستان است، اما متاسفانه نبود یک پالیسی تدوین شده و مدون و نبود برنامه بسیار منظم از جانب دولت افغانستان مانند فرصت های گذشته فرصت هم به در خواهد داد. حالا نفع راه لاجورد در کنار از این که روابط بازرگانی را میان کشورها میتونه که گسترش بده، نفع دیگه از چی است به افغانستان؟ شما میفهمین که افغانستان یگانه به اصطلاح کمپیتیتیو ادوانتیجی را که داره، مزیت رقابتی و منحصر به فردی را داره که داره، این است که چهارراه است. فقط تسهیل کننده داد ستدا بین کشورهای آسیایی اروپایی و بین کشورهای آسیایی میانه با هم دیگه میتونه باشه که در صورتی که ما تسهیل میکنیم، آمادگی ها را میگیریم، بستر مناسب را هموار میکنیم و پیش زمینه ها را تمامش در نظر میگیریم، در صورت دولت افغانستان میتونه که از هر داد ستده بین المللی سود ببره. درست؟ از این طریق میتونن که به دولت افغانستان به بودجهش به اقتصادش کمک بکنن، اما این در صورتی است که ما عملکردهای دیگری را که پیش زمینه هستن انجام داده باشیم که متاسفانه تا اکنون کوچکترین گام در این عرصه برداشته نشده. خب راه لاجورد از کجا آغاز میشه و به کجا نقطه پایان میاد؟ ما دو بندر ما، یک تورغوندی ایرات و یک هم آقینه فاریاب، از اونجا آغاز میشه. بعد ما میریم به ترکمنباشی وصل میشه. به ترکمنباشی بعدش هم میریم به آذربایجان، بعد از آذربایجان به فارس ترکیه و از اونجا به استانبول و از استانبول دیگه ما راه میافتیم به بازارهای اروپا و بازارهای بین‌المللی که اونجا هم برای امتیه افغانی بازار خوب است و هم قدرت خرید بسیار بلند است که اردوش میتونه به نفع تجارت افغانستان باشه، اما تا اونجا رسیدن نیاز به عملکردهای داره که متاسفانه تا را ما آماده‌اش نیستیم. حالا حکومت افغانستان و بازرگانان بیشتر تاکید بر صادرات کدام کالاها از این راه دارند؟ شما ببینید ما چی داریم برای صادر کردن؟ سوال اول است که ما چی میتونیم صادر بکنیم؟ یک چند تن میوه تازه داریم، یک چند تن میوه خشک. به اندازه ما را سرگردان ساخته که به دنبال هزاران راه بدیل هستیم. شما ببینید از چابهار، کراچی، قزاقستان، حالا هم ما این راه لاجورد باز میکنیم. نیاز است که دولت افغانستان با حمایت به تمام معنا از تولیدات داخلی افغانستان، مخصوصا سکتور خصوصی که نتیجه بخش بودن نسبت به بخش‌های عامه، با حمایت از اینا اول چیزی برای صادر کردن پیدا بکنه، بعد صادر بکنه. آقای سارم تشکر از حضورتان در برنامه. ادامه خبرها. مسئولان ریاست زراعت ولایت بدخشان از گسترش جنگل‌ها در 4 ولسوالی این ولایت خبر می‌دهند. رئیس زراعت و مالداری این ولایت میگوید که از 4 سال به این سو 4 میلیون نهال گوناگون میوه‌ای و زینتی را در 2000 هکتار زمین در ولسوالی‌های شغنان، واخان، اشکاشام و زیباک غرس کردند و این روند ادامه دارد. اکنون آگاهان بخش زراعتی با استقبال از این کار ریاست زراعت میگویند که اگر به جای درختان زینتی نهالهای میوه‌ای غرس شوند، در پهلوی زیبایی طبیعت مردم نیز از میوه آن بهره خواهند برد. ولسوالی‌های مرزی بدخشان به دلیل سردی بیش از حد و برف حاصلات درست نمی‌دهد و همواره این زمین‌های زراعتی یک حاصل می‌دهند که از لحاظ اقتصادی هیچ درد مردم به ویژه کشاورزان را درمان نمی‌کنند. اکنون ریاست زراعت و مالداری ولایت بدخشان یک راهکار تازه را در پیش گرفته است. به گفته آنان از 4 سال به این سو زمین‌های سنگریزه و ناهموار را با کمک نهادهای خارجی نهال غرس کرده اند و تا اکنون نتیجه خوبی داده است. ولسوالی اشکاشم و خان و زیباک اشکاشم اونا باغای مسمیر را اونا قبلا ایجاد کردن که در عرصه تجارب نشون داد چون هوای اونجا اقلیمش سرد است، امراض و افات در اونجا کمتر است. خوشبختانه برای تولید میوه‌جات مسمیر هم که در گذشته کمتر بوده، خوشبختانه این تجربه نشون داد که در اونجا بسیار این برنامه مؤثر است. از سوی هم شمار از آگاهان بخش زراعتی در این ولایت هرچند از اقدام اخیر مسئولان این ریاست برای افزایش جنگلات در روستاهای بدخشان استقبال میکنند، اما میگویند که اگر این ریاست به جای غرس نهالهای غیر مثمر نهال مثمر استفاده کنند، از یک سو بر زیبایی طبیعت میافکند و از سوی دیگر مردم روستا از حاصلات آن در بلند بردن اقتصاد خانوادگی کمک میکنند. دیاقین به مشکلات اقتصادی مواجه هستند و سطح اقتصاد خانواده ها ضعیف است. این خوب است که در قسمت ترویج و احداث باغات میوه
کار صورت بگیرد تا ای که بتونه سطح اقتصاد دیاقین بالا بره و مسئولیت غذایی باشندگان ولسوالی واخان بهتر شود. اما مسئولان ریاست زراعت بدخشان میگویند که در ولسوالی‌های مرزی به دلیل سردی درختان مثمر حاصل درست نمی‌دهد. سال 1396 ریاست عمومی منابع طبیعی خواست که یک مقدار قلم‌های بید و چنار و خاره در اونجا قسم تحقیقی اونجا غرس کنه و ما ببینیم که در ولسوالی واخان از لحاظ سردی هوا ببینیم که کدام درخت موافق است و ما در آینده بتونیم که اشیار مثمر و غیر مثمر در وجود ترویج کنیم. مسئولان ریاست زراعت بدخشان میگویند که این ولایت به دلیل کوهستانی بودنش بیشتری زمین‌های زراعتی در ولسوالی‌های مرزی و سرحدی معمولاً یک فصل است و حاصل درست نمی‌دهد. از همین رو تصمیم دارند که در چند سال اخیر زمین‌های ناهموار و جغلدار را به زمین‌های جنگل مبدل کنند که از یک سو زیبایی طبیعت و از سوی دیگر مردم محل می‌توانند از چوب آن استفاده کنند. و در پایان برنامه مروری بر فشرده خبرها. با امضا شدن توافقنامه بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با ازبکستان زمینه افزایش واردات کالاهای چینی از راه این کشور به افغانستان افزایش خواهد یافت. مجلس نمایندگان تعرفه گمرکی بر واردات سیگارت را 100% افزایش داد. مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه فیصله کرد تا پس از این تعرفه‌های گمرکی از واردات سیگارت 100% افزایش یابد. وزارت تجارت و صنایع از آمادگی‌ها برای امضای موافقتنامه راه لاجورد خبر می‌دهد. از سخنگوی این وزارت می‌گوید که حکومت تلاش دارد تا هرچه زودتر این موافقتنامه را به امضا برساند. عربستان سعودی می‌گوید که ائتلاف به رهبری این کشور مرزهای یمن را دوباره باز خواهد ساخت. یمن فقیرترین کشور جهان عرب است، اما پس از پرتاب یک موشک دوربرد از سوی شورشیان حوثی یمن در عربستان سعودی، ائتلاف عرب که در برابر این شورشیان می‌جنگد تمامی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی یمن را بست. این بود برنامه امشب. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.